آخش خودم بره این پستر بگیر به دست خوسته کنم. بابا این کاریه که شما گرفتی پیرمه. چه کار کنم؟ نمیتونم من یاد نه ندارم. چه کار کنم؟ چه خم ندارم. چه میخوام یاد میگیری چه میخوام؟ تو رو من جو شاگرد کردم چه کار کردی؟ چی رجوع کردی؟ اینو بمیری به تلخ میگم بچکنی. خود چرا مادر من نمیایم؟ مادر تو به تو خونه اختیار میکنه. نه 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 چیه؟ نه گوش کشی پیار من میگم نه بیای میگم با من میگم پیار من با من میگه اشته میگه با من پیار من میگه مادر تو به تو گناه پخته میکنه. چرا امیت میگی به بچه من مرتکه؟ چه کار کنم؟ چی بگم بریو؟ اگه اونا اگه تو میخوری گناه نیه. تو چه کن بفهم پسال میدان که چی؟ نمیتونه بچه من بشکنه بزوره. چی نمیتونه بشکنه؟ نمیتونه بشکنه. من خودت تو تاشون مشکنم کامه. خوام باید بشکنه چیکار کنمی؟ خب مشکنه ببدل خب مشکنه دیگه مگرم به سر گپ زنی و بزن. وخی بیا بچه وخی یلا که وخی. میفهمه گلگه تو سیکو که چی میگم؟ از این کارا که مگرم اینا بشکنی. میفهمی یا نه؟ بگی بشکن. بگی بشکن. آما نمیتونم علی سعی کنه مثل پنجی خروری سرخ شده. من کار ندارم بشکن. یالو تیر. یالو. من نه گشتی باشه بیارم من پاک میکنم. آفرین ناله تو بیا پاک کن. خب پاک میگه نه پاک نمایه. اینا مال پاک کنی خوش میشه. پاک میکنم خوب. خب بگی پاک کن مجبور بیا پاک کن. آن مجمع کجای مجمع؟ شما بابا مثل زنکا کارا زنکار میکنی. خب چه کار کنه؟ چی کار دستم میگه؟ اینا من چند پاک مشکنی؟ اینا من 30 ریپه. خب من 30 ریپیه. چند من تاشو مشکنی؟ تاشو یک من نیم بشکنه 45 ریپه میشه. خب 45 ریپیه. 45 ریپیه دو نفر. پستکای چند میخرن خبر داری؟ من چنده؟ ها؟ پستکای من چندیه؟ اما تیشتنی رو که میشه؟ خوبه نه یاری اگه می پیار من زنی بودین یه یاره بابا اگه شما زنی می بودین امکان داره خودی می شرکت پسته قرارداد میکردیم و گفته برو ماما جو پستا خود بیارد همه پستاتون ما مشکنم خودی بچه ها خود چی پیچه ها خود که بطر شما مرد خیلی میمده چی دو نگرده تو تیار کرده خوردی چی میخوری؟ چی میخوری؟ از اینا که بخوره ما پشته مسته میده گردن تو بسته میشه وای نیه بسته دیگه نخور که کم میه اینو خوبه بابا این خونه ما بابا علمی در خونه خراب است کنی این مسیرایو او بر میگم خب او بر مسیری خرابه مثلا ما میگم که چیه یعنی برنامه گنده شونده رو اگه در کوا میکنی در باد گرفته داره مثل که شما گاهی وقت باد نمیگیره خب در نمیشه چی ببار کده ننه؟ چی؟ بانجونا لغت کردیم نه پیار من میگم بانجونا لغت کردیم چی کار کرده؟ بانجونا پیار من میگم بانجون پخته کرده بانجون لغت نه چی بار کردیم نه بانجون لغتک میگم با شما میگم چیه بانجون که سرخ نشور بانجون لغتک میگم بریم بابا بخی
بیا بریم دشت، کدوم دشت؟ همون دشتی که خرگوش نام داره. آی بله، بچه سید و پایش دام داره. آی بله، بچه سید و رامزن، خرگوشی مستم رامزن، آوی دشتم رامزن. خواب خرگوش به خواب یار میمانه. بله، خواب خرگوش به خواب یار میمانه. بله، خواب خرگوش نه نه. بیا بریم چا کدون چا، همون چایی که قمری نان داره. بله، بچه سید و پایش دان داره. بله، اوی کوم رامزن، قمری با قم رامزن، کفتر چاقم رامزن. خال کفتر به خال یا ایلا فرنانه اخوة چه مقوله دیگه پستا باش پاک شد ببره مغزا. وخی چند منه نه 6 من بوده. چه خبر نداری وخی؟ خب 6 منه من میتونم برده. خب 6 من پسته بوده بچه من مغزا کم میشه وخی. پولا رو هم بستونم پولا رو هم بستو دیگه نیستی تو. اگه یک دهی خوبه به طرح خرج کردم خرج میکنم دیگه. با بیا با تو اون چیز میزه میستونم بچه من خرج نکن بلو. یک دهی وخی حالا ببر تو وخی. میشی گوشتشون کسی اصلا چه میتونی خرم. بچه همین 4 قدم را چیه که با تو گوش نمیشی؟ چای نه خب وقتی چای با تو تیار کنم چای بخور با. نه ما چای وقت چای ما چی بخور. چایی که میاد خود نونو خوشگینی خیلی پرتای میده. او خیلی خود چیز میزی بس تو داری که بخزد. همین تو چایو دم میکنه مادر که دم مرده می تا میره. خال خرگوش به خال یار بیمانه. بله، بیا بریم کو کدو کو همو کوی که خرگوش نام داره. آی بله، برو بچه من نخونده. نه 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 همینایه برو. اینا یک من شاد بشه نه نه اینو یک نام بشه. گردنم بند باشه مغز پستشت من زمیده اینه از اینو سر سفرا بیتره اشته شیرین اینه تو همون جوگا بشین همین زنکا به درشم میافتش زنکا؟ بشین یه بودی
عبدالله ها اینا که 4 سیر کمه 4 سیر کمه؟ آه بیشتر کمه اما نبردی از سراده 4 سیر دیگه نه من مدار مگو تمام لکم اینایه کردی دارو ها؟ گم کردی دارو نه اگه گم میکردم خواهم گم میشد اما بخونی در دهنم مبند باشه که به دهن زده باشون که چی رنگه بکی تو کردی بس کن استو مقصد پس سر کامل با کیسه ها ریختی اینا خود اینا به تاکیس ها ما ریخته میدم که ما پاک میکردم خود چکار کنو که 4 سیر کمه با تو پول میدم با خدا خرج نمیکنی بگیریم دو من خوب اینا 4 سیره همینایه همین 4 دونه خود دیگه نی یعنی کیسه برم بپاله خواهمت بخوردی به کیسه ها اختیار میگی نیه کجا خوردم من کی اونا من یاد دارم بخورم با خورده تو چالاکی دی لگم پاک بکنی اینا کی دی ساعت زنی بیا تو اینا رو به کیسه ها ریختی بخوری مدر تو 2 ساعت زنی میکرد پیش بگیره کرد که پولا از اینا بسته بده باباش کنیم ما غریبه های مال بابا داد و با همه ببینی بکنی مرد ما فاجیات رو بگیره من چکار کنو وقت برو وقت برو افشار خوره وقتی مدام گفتم پولا مال هم بدم لکه بده وقتی برو وقتی برو 4 سیر کم آورده بابا در نکتن پولا رو بدی پول چی بایی برو چهار سیر کم آورده بابا بیامده پول هم ماه دستی که کلیسه هزاری پیه 4 سیر بخورده یک ذره به فکر نعف و نقص یک مسلمان فقط هم کار شما بچه پولا رو بگیری وا کنه سلام علیکم. و علیکم سلام مامان نوروز بله. یعنی ما اشتباه کردیم که به شما پسته دادن که شما خدا نکنه بشکنانه چرا اشتباه کرده باشی شما از این بچه خب پرسان بکردین که چرا مغزار ببردی پول نداد به تو خب چون که تو لوستران آمده که مزید پرسان کنی مامان نوروز 4 سر مغز پسته ما کم آورده 4 سیر بله یا من بده کن نبیدم که جیر برار مازی بستنده بکشیده 4 سر کمه میگه اینا چی کردی میگه لو کمه اینا کیسار سعی میکنه مغزار اکیسی رو بیرو کرده یعنی کسی ویری که پره نشده نه چی اونا 20 مسخال نبوده اونا چند پسته بوده که اونا همه رو بخورده شما که میته به چه سادی دیونه داریم شما پسته شکستان ما چه کار کنه میته گوشنگی لی زنه یعنی شما میخند به چی میندازن هر سال ما پیش شما پسته بردم بنداختیم میخند به چی که چند سر کم آمده دیگه یعنی دیگه کس پسته کم نمیاره نه اگه هر کی کم یاره نمیدیم دیگه به زور کنیه 100 نفر میایم ما پستار نمیدیم تا یکی شناخته نباشه اینا رو ما نمیجونیم اینا رو ما هم میخریم آخه والا لالا معذرت میخوام برار خوب کردم معذرت شما چیکار پستا پس میایه با معذرت شما دیگه برات پسته نیاین خب سلام تو خوب خودمون نخورفتون که پسته بیام که منطقه گفته برو چیز بیار تذکره کجا رفتی خود مادر؟ برفتم که پسته بیام پسته بیارین که چکار؟ باش تذکره مر مایا آه وقتی برو بگو نمایی ما پسته مایم چکار اینجا نوشتی تا شما چک من داری به پول به شما میده تا شما بتا خونه راری میگم پسته با پا آدم بخره که تا شما یک من پسته بشکنیم یا نشکنیم داری ببستنیم وقتی برو بگو نمایی تذکره مسکری هم نیه بگو بیایی به خونه بیایی پسته بستنیم تذکره بدیم میگو چرا تذکره رای نگیره دست دلچینی سلام علیکم تذکره برو بیام دیگه بدین که بدن حالا مادر اونجا منتظر دلچینی دیگه برای تذکره میدن دست که منتظر بیچاره خیلی تذکره میگم دیگه یک من پسته ما مایی خود سامل مایی دیگه مفتر با دست نمیده چی میشناسه ما پسته ما اینجا غیر نوشتی به تا خونه تا شما راری پست پسته و پاتو بخله
تا شما چک چک نه به خیر آدم میگذارم نه به بیداری میگذارم که اینا روز 20 روپیه پسته میشه چی فایده تا امروز به نوشتی خب میارزه ساعت بارم مودر خب گفتم پاسدار خب گفتم که دیگه نه اما پست پسر مال من چیه به میخرم من سیر به شکستان نه این هفته دریبه و باید یک من پسته میفتکه کم هفته دریبه اول روز دامانه میشکنم هفته هیچ ناش کنم روز یک من یا 2 من میشکنم همون نوشتی هفته ساعت 40 روپیه افغانی میشه مگه همه پولار یک سال جاری بخورم تا خونه جاری خود جاری بخورم خب هر چیزی زحمت خورداره هر کاره من نه زحمت هیچ کاری نمیشه از این دردسرا ندارم تا شما تا خونه چک 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 کام روز 50 روپیه هفته دری کار نه به خیر خو میفهم آدم به خونه خو شده نمیده حالا میشه روز چک چک منتظر است میگفتی مرا یک کار گفتم بیا به خونه بیا میگفتی بیا به خونه بیا استادم که استادم دیگه نه همونجا استاد بودم میدم کجا استاده آره خود من میرم اونا میگم بیایم مثلا بیا خب برو خود اونا بزینا اگه باشه اونا تذکری خوبه که ما یک من پسته ما این بیاریم که پسته باشه ولی میگی طلایه چه بودم ما بخوام یک من پسته هفته دی ولادم مفتکه من چیر به پست پستی از این سیری من شکستان از اینا فقط از آسمون ما که فقط تا دومان از اینا مفتکه